اگه لپتاپت مثل روزای اولش خوب کار نمیکنه یا داغ میکنه یا دیر بالا میاد، هیچ نگران نباشید، چون یه خبر خوب دارم براتون. به جای اینکه برید یه لپتاپ نو بگیرید، مخصوصا با این قیمت‌های نجومی لپتاپ، بریم ببینیم دلیلش چی میتونه باشه. یکی از دلایلش میتونه فن بسیار کثیف باشه که گردش هوا رو مختل میکنه و نمیذاره که CPU و GPU مون خنک بمونه. یه دلیل دیگهش که خیلی از ماها دربارش اطلاع نداریم و یا حتی اسمش هم نشیدیم، خمیر سیلیکونیه یا همون ترمال پیست به انگلیسی. کار این خمیر سیلیکونی چیه؟ این خمیر سیلیکونی یا ترمال پیست این گرما رو از CPU و GPU یا همون کارت گرافیک میگیره و این گرما رو به خنک کننده ها انتقال میده. با اضافه کردن یک خمیر سیلیکونی تازه و نوع خوب میتونه لپتاپمون رو نه تنها مثل روز اولش کنه، بلکه از روز اولش حتی شاید بهتر کنه.